عزیزان، در مورد خودتان مثبت فکر کنید، زیرا تنها کسی که میتواند نظر شما را در مورد خودتان تغییر دهد این باز هم خودتان هستید. هیچ کسی دیگری نمیتواند به شما عزت نفس تقدیم کند. باور کنید، شما میتوانید در خودتان عادت به تفکری مثبت را ایجاد کنید و طرز درک و شکست دادن خصوصیت‌های خود و اطرافیان را یاد بگیرید. به موفقیت‌هایتان افتخار کنید. وقتی کاری را خوب انجام دادید برای شادی کنید. منتظر ننشینید که یک نفر دیگر به شما بگوید چقدر خوب هستی و یا چقدر کاری خوب کردی. خودتان به خودتان آن کاری خوب را بگویید و اعتماد به نفس خود را بالا ببرید. از این جهت و از این رو شما میتوانید که به خودتان باور داشته باشید و بهترین کارها را سامان دهید. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید.